با درود به همگی. در بین النهرین یا میان درود در گذشته رسم بر این بوده که سالنامه هایی برای دوران پادشاهی هر پادشاهی تهیه می شده و هر سال به نامی نامیده می شده. سالی که فلان کانال ساخته شد، سالی که فلان جنگ رخ داد، سالی که قحطی شد، سالهای متفاوت که رویدادهای مهم هر سال رو توش می نوشتن و به تدریج ما ببینیم که در آشور و بابل سیستم دیگه پدید میاد. یکی این که در آشور به نام سردارانی که در جنگ موفق بودن اسم سالشون رو میذاشتن. در جنوب به اسم که هر پادشاه در سال اولش چیکار کرده، سال دومش چیکار کرده و همسال اینا. و یکی از این گزارش‌هایی که به دست ما رسیده گزارش 17 سال پادشاهی نبوناییده که سال اول تا دهمش مشخصه، بعد شکستگی وجود داره تا میرسه به سال 17 هم که دوباره کتیبه قابل خوندن میشه. در ماه که مطابق با مهر ماه ایران میشه، در ماه تشریع تو، در روزهای 4 و 5 ماه تشریع تو میان سپاه ایران و سپاه بابل یک کارزاری در اوپه که بعداً شده اوپیس دوره یونانی جنگی رخ میده که ایرانی ها پیروز میشن. بر اساس گاهنگاری پادشاهی نبونایید در سال 17 پادشاهیش میگه که نبونایید که مدتها دور از بابل بوده به بابل بر میگرده و در آغاز ماه نیسان تا 11 روز بعدش مراسم سال نو که هر سال برگزار می شده و در دوران نبونایید برگزار نمی شده به علت دوریش، امسال برگزار شده و خدایان گوناگون شهرهای مختلف بابل همونطور که رسم بوده به بابل آورده شده بودن. در روز 14 ماه همین تشریع تو که برابر با 18 مهر ماه میشه، سپاه کوروش شهر سیپر رو در 16 کیلومتری بابل به تصرف خودش در میاره. در روز 16 ماه تشریع تو، یعنی 2 روز بعد از فتح سیپر، سپاهیان اوگبارو یا گبریاس سپهسالار سپاه شمال کوروش بزرگ وارد بابل میشه و این به خوبی نشون میده که طی کردن 16 کیلومتر برای یک سپاه از یک شهر به طرف در آوردن شهر دیگه‌ای بایستی بدون خونریزی انجام شده باشه، وگرنه لااقل چند روزی طول میکشید که سپاه گبریاس بتونن بابل رو فتح بکنن. این نشون میده که شاید دروازه های بابل به روی سپاه ایران باز شده بوده. بر اساس یک گزارش دیگه شورشی در بابل رخ میده به سود کوروش، به هواداری کوروش بزرگ که سرکوب میشه توسط نبونایید در ماهای قبل از اون. سپاهیان ایران که وارد بابل میشن اقامتگاهشون در اسگیلا، پرستشگاه بزرگ ایزد مردوک خدای بزرگ بابله که در جاهای مختلف این پرستشگاهی که خیلی بزرگ بوده ساکن میشن بدون اینکه اسلحه‌ای با خودشون حمل بکنن. بعد متن ادامه پیدا میکنه، میگه در روز 3 ماه ارخسمنو که ماه بعد باشه، یعنی برابر با 7 آبان، کوروش وارد بابل میشه و امرا و سران و شیوخ مختلف شهرهای مختلف بین النهرین و وادیه هاش به پیشواز کوروش میان و
پادشاهی اونا پذیرا میشن. بنابراین میبینیم که روز 7 آبان روز ورود کوروش بزرگ به بابل و نه اون چیزی که بعضی ها تصور میکنن زادروز کوروش بزرگ. در همین ماه هستش که چندی ازش نگذشته میبینیم که همسر کوروش بزرگ فوت میکنه در اواخر همین ماه ارخسمنو و تا 3 ماه نیسان سال بعد سوگواری رسمی در بابل به خاطر درگذشت همسر کوروش بزرگ. و اینکه من چگونه به این نتیجه رسیدم که روز 7 آبان ماه برابر با روز 3 ماه ارخسمنو هستش، روز ورود کوروش به بابل، باید یه نگاهی بندازیم به تقویم بین النهرین. بر اساس محاسبه‌ای که دانشمندان بابلی کرده بودند، هر 19 سال شمسی برابر با 235 ماه قمریه و بر اساس محاسبه اونا برای اینکه ما بتونیم سال قمری رو منطبق با سال شمسی بکنیم، هر 19 سال مجبوریم 7 ماه کبیسه اضافه بکنیم که در همون دوران تصمیم میگیرن که این ماه دوم یا به ماه 6 اضافه بکنن یا ماه 12 که بیشترش در ماه 12 برای اینکه بتونن آغاز سال نو در محدوده اعتدال بهاری قرار بدن که با تقویم امروزی 21 ماه مارس یا اول فروردین ما میشه. و وقتی که جلو بیاییم بر اساس یک خورشید گرفتگی که در زمان پادشاه بابل رخ میده و نبونایی در اونجا حضور داشته به عنوان فرمانده، خورشید گرفتگی رخ میده و این خورشید گرفتگی باعث میشه که تقویم ما لااقل تا پایان دوره هخامنشی در بابل به علاوه منهای 0 روز باشه. بنابراین بر اساس این خورشید گرفتگی 2 دانشمند، یکی ریاضیدان و یکی استاد خط میخی، منابع بین النهرین رو مورد بررسی قرار دادن و تونستن روز اعلام پادشاهی، مرگ، ورود، خروج هر پادشاهی رو از سال 750 قبل از میلاد تا پایان دوره هخامنشی و بعد از اون در دوره اسکندر، جانشینان اسکندر، به طور نامنظم اشکانی ها و یه خورده منظمتر دوره ساسانی ها محاسبه بکنن و در کتاب سترگ خودشون که به اسم کرونولوژی بابل هستش از سال 750 قبل از میلاد تا 75 میلادی که ما آخرین نوشته خط میخی رو داریم، این محاسبه رو انجام دادن و روز تمامش رو منطبق کردن با روزهای میلادی. بر اساس این محاسبه روز 3 ماه ارخسمنو برابر با 29 اکتبر میشه که در تقویم ما برابر میشه با 7 آبان ماه.